حریفت خیلی رو مخته، هی میخوای کورنر بزنی، گلرشو میاره بیرون و تمام کورنراتو خراب میکنه. بیا یادت بدم چطور ادبش کنی. اول از همه یه دونه R1 میزنی که یه بازیکن بهت نزدیک شه. چرا؟ چون که گولش بزنی. بعد با استفاده از آنالوگ سمت راست این دایره کوچیک روی توپو روی این نقطه تنظیم میکنی و با استفاده از آنالوگ سمت چپ هم جهت سانتو دقیقاً توی این مسیر میذاری. بعد از این کار یک بار دکمه L1 رو میزنی که سویچ بیفته روی یکی از بازیکنات و سانتو 3.5 خونه پر میکنی. بعد اون بازیکنی که سویچ کردی و میاریش روی تیر 1 و نزدیک 6 قدم. چرا؟ چون که باز گولش بزنی و یه مقدار دروازه‌بانش رو از دروازه خارج کنه. به محض اینکه دروازه‌بانش رو یه ذره از دروازه آورد بیرون، دوباره دکمه سانتو میزنی که یه گل ترتمیز از کورنر بهش بزنی که دیگه از این کارا نکنه. اینم از این ویدیو، امیدوارم به دردت خورده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.